سلام، خوش اومد به یه ویدیو دیگه با من. امروز میخوام برای هفته آینده برنامه ریزی کنم و با شما هم صحبت کنم در موردش و کارهایی که کلا میخوام انجام بدم و روتینی که میخوام درست کنم برای خودم و خلاصه هم دیگه بریم که با هم دیگه برنامه ریزی انجام بدیم. اول از همه پلنرمون رو میاریم و برنامه‌ای که میخوایم رو توش مینویسیم. من برای هفته آینده فقط میخوام الان برنامه‌ریزی کنم. حالا برنامه‌هایی که دارم برای ماه آینده رو میگم، اما در کل میخوام برای هفته آینده برنامه‌ریزی جزئی کنم و الانم انتخاب کنید که با چه خودکاری بنویسیم. خب فکر کنم که این دوتا اوکیه، چون که پلنرم هم اینجوریه و سبز آبی هم خوب میشه. خب بریم سراغ برنامه ریزی. من دوست دارم که اول از همه خوابم رو تنظیم کنم و الانم خیلی ساعت خوابم بد نیست، اما خودم هم خیلی باهاش اوکی نیستم. به خاطر همین میخوام شبا زودتر بخوابم و زودتر صبح بیدار بشم. من الان تقریبا مثلا ساعت 12 میخوابم شب و تقریبا 8-9 بین 8 تا 10 بیدار میشم. اما خب این چند وقت خیلی زیاد خوابیدم و میدونم چه مشکلی دارم که زیاد خوابیدم، ولی باید حالا خوابم رو درست کنم چون که دیر میخوابم و خب از اون طرف هم خیلی زود بیدار نمیشم و دیر بیدار میشم. برای همین برنامه‌ریزی میکنیم که شب زود بخوابیم اول از همه. خب بعد از اون میخوام برای سالم غذا خوردن برنامه ریزی کنم. میدونم که خیلی کار سختیه، حداقل برای من، و به خاطر این میگم سخته چون که من عاشق غذام و غذاهای خیلی سالمی هم هیچ وقت نمیخورم و به خاطر همین باید یه برنامه‌ریزی درست بکنم که توی طولانی مدت بتونم غذامو درست کنم و غذای سالم و خوب بخورم. و حالا فعلا من مینویسم تحقیق برای سالم غذا خوردن، چون که فعلا اونقدر نمیدونم باید چجوری سالم غذا بخورم و چه چیزایی درست کنم که توی طولانی مدت خوب باشه. و چیز بعدی که میخوام بنویسم زبان خوندنه. زبان خوندنه و زبان آلمانی هم هست، زبان انگلیسی نیست و اونو با یه نفر دیگه میخوام بخونم و منتظرم که اون شخص بهم بده که الان مثلا چه مدتی آزاد میشه و دیگه از موقعی که اون وقت داره شروع کنیم به زبان خوندن با هم دیگه، چون که من قبلا تنهایی زبان خوندم و یعنی خودم توی خونه با یوتیوب یا حالا پیج و این چیزا، ولی بیشتر با یوتیوب، اما خب مثلا بعد از یه مدت خیلی کمی ولش کردم. به خاطر همین گفتم که با یه نفر دیگه با هم دیگه بخونیم و خلاصه که اون شخص باید بهم پیم بده که با هم دیگه شروع کنیم و به احتمال زیادم فکر میکنم که از هفته دیگه شروع کنم. اینم حالا مینویسیم. اگر که انجام دادم که هیچی، نمیخوام خودم زودتر تنهایی شروع کنم، میخوام با هم دیگه پیش بریم که با هم دیگه هم بتونیم تمرین کنیم. چیز بعدی که میخوام بنویسم، نمیخوام خیلی از خودم توقع زیادی داشته باشم. چیزای عادی که باید انجام بدم مینویسم که اونا رو انجام بدم و بعد حالا کم کم بهترش میکنم. چیز بعدی که میخوام بنویسم پیانو زدن و تمرین کردن نوت‌ها، چون من واقعا توی خوندن نوت‌ها خیلی 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 کندم. به خاطر همین باید مدام تمرین کنم که دیگه واقعا همش رو یاد بگیرم.
چیز بعدی که میخوام بنویسم که الان اگه یادم بیاد میگم، توی این ویدیو میگم من میخوام یه کاری رو به احتمال زیاد شروع کنم و احتمالا از هفته دیگه اون کار رو استارتش رو بزنم و کارهای اولیه‌اش رو انجام بدم و اونم می نویسم توی برنامه‌ام، چون که میدونم که میخوام هفته دیگه شروع کنم واقعا، چون خیلی این چند وقت داشتم بهش فکر میکردم و واقعا اذیت میشدم از اوورتینک کردم. و ببخشید دوربین قطع شد، داشتم میگفتم خلاصه که اون کارم نوشتم که انجامش بدم و دیگه چقدر گفتم و چیز دیگه الان به ذهنم نمیرسه. یه چیز دیگه هم هست که حتما باید انجامش بدم، ورزش کردنه. این هفته انقدر من خوابیدم که اصلا صبح نتونستم برم بیرون و ورزش کنم و به خاطر همینم گفتم که خب لازم هم نیست حتما صبح برم. صبح توی خونه ورزش میکنم، نه حالا ورزشی که مثلا، چون من اصلا نمیتونم توی خونه ورزش کنم. منظورم ورزشی نیست که حالا مثلا 1 ساعت و نیم 1 ساعت و نیم توی خونه ورزش کنم و خیلی هم خوب مثلا مدام باشه و اینا. به خاطر همین چون که نمیتونم این کار انجام بدم گفتم که صبح مدیتیشن فقط انجام بدم و حالا شاید هم یکم یوگا که اونم باید توی یوتیوب ببینم، چون من کلاس یوگا میرفتم اما الان دیگه ادامهش نمیدم و خیلی هم چیزی ازش یادم نیست، با اینکه چند ماه پیش دیگه نرفتم و ادامه ندادم، اما خیلی چیزی ازش یادم نیست و به خاطر همینم باید از توی یوتیوب ببینم. خلاصه که گفتم صبح یوگا انجام بدم و اگه تونستم از شب برم بیرون یا توی خونه دیگه اصلا ورزش کنم. خب اینم از کارهای من که میخوام توی هفته آینده انجامشون بدم. چای من فکر کنم سرد شد دیگه، نه خیلی هم بد نیست. من برم چایمو بخورم. این کارا رو هم وقتی انجامشون دادم توی هفته آینده حتما باهاتون شیرش میکنم توی اینستا و تلگرام و همین دیگه. با من همراه باشید، لایک کنید، سابسکرایب کنید اگر که خوشتون اومده و زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خدافظ.